مافجگل غریبова یک زن 65 ساله از دهه یشم نویه رشت اینک 2 روز باز پای هم در ریاست منطقوی کورای داخلی وادی رشت در چارچوب یک پرونده افباشه تحت بازپرسی قرار دارد. فراد خدایارف پسر مافجگل غریبova روز 13 نوامبر به پایگاه خبری بامداد گفت مادرم را روز 12 نوامبر تا بگاه بازپرسی کرده تنها بعد رسیدنشان به خانه جواب دادند. امروز هم از صبح به بازپرسی رفته تنها بعد ساعت 3 به خانه برگشت. گفت فراد خدایارف. او میگوید نسبت به مادرش هم بر اساس قسم 3 ماده 237 با اتهام افباشی پرونده جنایتی گشودند. مقامات ملیسه رشت این خبر را تا حال تصدیق یا رد نکردند، ولی قبلا تصدیق کرده بودند که در پی یک مناقشه بین دو اولاد در دهه یشت نسبت به جنیدالله خدایارف فرزند مافجگل غریبova بر اساس ماده 237 پرونده آغاز کردند و بازپرسی شاهدان ادامه دارد. خود مافجگل غریبova نیز در مراجعتنامه ویدیویی به پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان نیز میگوید به ضدش پرونده گشودند. او میگوید من یک مادر غمزده که نبیره 21 ساله ام را کشتند، ولی مقامات به جای به حبس کشیدن قاتلان علیرضا خود من را دیله کردند. مافجگل غریبova از امامعلی رحمان خواسته است که شخصا به قضیه قتل نبیرش دخالت کند تا همه گناهکاران به جوابگری کشیده شوند. علیرضا خدایارف دانشجوی دانشکده آموزگاری رشت روز 12 ایول در دهه یشت با ضرب کارد به قلبش کشته شد. خدایارف ها بر اینند که علیرضا را 6 نفر از اولاد به نام دشمن حسینوف طبق مصلحت پیشکی دست تجمعانه کشتند، ولی مقامات تنها 2 نفر آنها را به حبس گرفتند. خدایارف ها همچون دلیل ثبت ویدیوی سینا جان اسکندر یکی از اشتراک کنندگان حمله روز 12 ایول به علیرضا را پیش میارند که گمان برشونده اعتراف میکند که آنها همان روز با قصد کشتن علیرضا آن جنجال را دامن زدند. خصومت خدایارف با اولاد حسینوف از دهه یشت تاریخ چندین سال دارد. سال 2018 در پی زنازنی بچه های این دو اولاد در بازی والیبال 2 نفر را از خدایارف زندانی و علیرضا آن وقت هنوز نورس را حکم شرطی دادند. سال 2019 وقتی مقامات غرب به ضد جنیدالله خدایارف برای بلاک های تنقیدیش با اتهام بافته سلفگرایی پرونده گشودند. حسینوف در آن پرونده شاهد گذاشتند و بیانات دادند که گویا در حقیقت دیده باشند که جنیدالله در وقت ادای نماز مثل سلفی ها میستاد و نمازهای سنتی را نمیخواند. خصومت بین این دو اولاد ماه یول سال جاری با قتل علیرضا به نقطه اوجش رسید. روز 27 اکتبر در روز مرگ منصور حمیدوف پدر رجب علی یکی از گمان برشوندگان در قتل علیرضا این خصومت از نو داغ و سبب کشودن پرونده با اتهام افباشی به ضد طرف دعواگر خدایارف شد. فرهاد خدایارف حادثه را چنین نقل میکند آن روز مادرم از خانه اپم برمیگشت که در نزد مسجد چند نفر از آن اولاد را میبیند. علیشیر نصرالدین که او هم در قتل علیرضا اشتراک داشت به مادر من میگوید خوشحال شدی که امکمو مرد. مادر من جوابش میدهد که نه، من میخواستم زنده موند و مردن پسرش رجب علی را که به قلب علیرضا من کارد زد به چشم سر ببیند و فهمد که این چقدر درد سخت است. از این گپ علیشیر به غضب آمده به مادر من حمله کرده است و به شکم و پشتش شته زده است. مادر ما افتاده و پیچیده به خانه می رود. حالا باشد او را گناهکار کرده ایستادند که گویا این زن 65 ساله علیشیر نصرالدین را با سنگ زده باشد. به کدام منطق راست میآید که یک پیرزن فرتود که مدار راه گشتن ندارد یک جوان را با سنگ بزند؟ اما به نقل طرف دیگر گویا مافجگل غریبova در حق مرده آنها حرفهای بد زده است و بعد چند پسرش جنیدالله خدایارف معتبر آمده به آنها تهدید کرده است. فرهاد خدایارف میگوید اصرار مادرش و جنیدالله به حبس همه 6 نفری که در قتل علیرضا اشتراک داشتند و مراجعت آنها به دادستانی کل و اینک به رئیس جمهور سبب شده است که مقامات نویه رشت آنها را چپ بگیرند و به ضدشان پرونده کشوند. آنها با این را میخواهند دهان ما را بندند که دعوا نکنیم، ولی تا دمی که یک جنایتکار در آزادی باشد ما از دعوای خود پس نمیگردیم. میگوید فراد خدایارف با چنین صورت
خصومت بین دو اولاد در دهه یش طرف دختر و پیچیده تر می شود. متاسفانه این خصومت علاقه به خونریزی پیچید. امکان آشتی بین این دو اولاد دیگر خیلی نوچیز به نظر می رسد. ولی اگر راه حل پیدا نشود این خصومت می تواند مناقشه های نو به نوی را در پی بیارد. موجگل غریب و هم در مراجعتش به پرزیدنت به همین اشاره می کند و می گوید که می داند که در یشم باز چه می شود.